امروز که داریم با هم صحبت میکنیم مکانیزم ماشه فعال شد. یه چیزی رو خیلی تاکید بکنم بهتون، دورتون بگردم بچه‌ها، دورتون بگردم، قربونتون برم. من میدونم شرایط فاش عظمای قشنگ شرایط، ازتون خواهش میکنم هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید، دورتون بگردم، به راهتون ادامه بدید، هدفتون رو دنبال کنید، استعدادتون رو پیدا بکنید و رشدش بدید، کاری که دوست دارید رو ادامه بدید و بهش برسید. میدونم شرایط به شدت سخته ولی انجامش بدید. هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید، نگید نه دیگه این زندگی به درد نمیخوره، چیزای منفی از خودتون دور بکنید. با اینکه چیزای منفی خودشون میاد چرب میکنن میرن تو، ولی همتون گولید، همتون ماهید. دورتون بگردم، نذارید انرژی منفی بهتون وارد بشه، نذارید اتفاقای بد باعث بشه که به هدفتون نرسید. بازم میگم میدونم شرایط به شدت سخته، شرایط به شدت طاقت فرساست، ولی به هدفتون ادامه بدید، هدفتون رو پاک نکنید، استعدادتون رو کشف کنید و ادامه بدید. من بهتون ایمان دارم، قربونتون برم. خودتونم به خودتون ایمان داشته باشید، مطمئن باشید ادامه بدید میرسید به چیزی که میخواید. قربونتون برم. نمیدونید بچه‌ها چقدر ماهید، نمیدونید چقدر دوست داشتنید، نمیدونید چقدر توانایید، نمیدونید چقدر خفنید. قربونتون برم. من به هیچ عنوان تسلیم نشید. دورتون بگردم، ازتون خواهش میکنم. نمیدونید چقدر دوستتون دارم، نمیدونید چقدر عاشقتونم بچه‌ها. دور سرتون میگردم. سعی کنید خودمون و اطرافیانمون حال همه رو خوب بکنید. قربونتون برم. من بازم میگم بچه‌ها، نمیدونید چقدر برام عزیزید، نمیدونید چقدر دوستتون دارم. انگیزتون رو از دست ندید. قربونتون برم. میدونم حرفایی که بعضیا از مسئولین بعضیا میزنن کلا یکم رو مخ، یکم عصبی میکنه آدمو. به نظرم حالا دیگه سعی کنیم خودمون و اطرافیانمون و حالمون خودمون رو خوب کنیم. قربونتون برم و تسلیم نشیم. دورتون بگردم.